الو، او بچه چرا صدایت خوپر است؟ خوشا از پدر جان، صوت ایجا فرق داره. به هم دیگه حال با ننک تو رو من میشناسم. عمو جام نخواد تو کار بار کنی. خدا لاحت انداختی. حال کار خو نمیشه شوام کنم. ایبان ایتبان ایجا مادرت تشویشت داشت بگی امروش گپ بزن. چطور هستی بچیم؟ شب خوابت دیدم که سگا میتواندید. خو میماندی که دو چی رو ما میکرد. چرا خدا نکنه بچیم چرا قبط خوی شدی تو؟ خو اگه بانیم که ما هم کم خواب ببینیم کل خوار شما دیده میرید. بچیم امی خارج رفتی خدا گم کدی بیخی و آدم نیستی؟ گم چی مادرم یالا وقت خواب صوت 3 بجی شب است. او بچه می وقت گپ زدن در تلفن تو بیخی هیچ نمیفهمی؟ ببینم این اتاق چند نفر هست. سعیز خویت بخو حال قطع میکنم. او بچه چندان آدم خست تو جور نشد. حاله قشودی که تو از صدای پدر مادر بدت میگه. به شرمی تو. خدا جانو ما بگیرم میگم ایچه شو. حالیت 5 دفعه گپ زدی قیامت شد. اولاد بخیر.